از بدیهای این برادرای عزیز بوسیدن روی است در وقت دست دادن و در وقت این مبارکی. بوسیدن روی یکی از رواجهای زشت است که از غیر مسلمان ها آمده. از این خاطر روی ماچی برای مسلمان ها نیست. این خارجی ها هستن زن و مرد میخیزن روی ماچکانی میکنن. این خارجی ها هستن که دو مرد بین هم روی ماچکانی میکنن. این اسلام نیست. از خدا بترسین. در روزی که میخوای جایزه بگیرید پس جایزه تا در زمین میزنی که بشکنه. باید آدم احکام اسلام یک تطبیق بکنه. بدی دیگه که در روز عید از برادرای عزیز کسی باید اجتناب کنیم، اختلاط زنا با مردا هست. بسیاری کسا وقتی که عید شد برادر بچه کاکا بچه ماما نامحرم است، ایور نامحرم است، بچه ایور نامحرم است، اقارب شوهر نامحرم است. از خدا بترسین از این اختلاطاتی که بین زنا و مردا در روز عید. ملائکه برای جایزه را پیش میکنه و میبینه در خانه که مستحق رحمت است، پس دروازش با لغت میزنه بگه این مردم مستحق لعنت هستند به خاطر که امر الله را شکستاندن و دوباره اختلاط کردن. برادر عزیز از اختلاط غلط بین نامحرما اجتناب بکنیم. مشابهت زنا با مردا و مشابهت مردا با زنا موجب لعنت میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. لعنت الله هست سر مردهایی که خود مشابه با زنها میسازند و لعنت الله هست سر زنهایی که خود مشابه با مردها میسازند. زنی که خود مشابه با مرد میسازند و مردی که مشابه خود با زن میسازند. لعنت الله را کسب میکنه. حالا کلگی میفهمه که لعنت در روی میآید، لعنت در موی میآید، لعنت در مشابهت ببخشید در موی میآید، مشابهت در روی میآید، مشابهت در لباس میآید. بعضی مردا هستن امیال در بین آرایشگاه مردانه خود دخترها وارد جور میکنن. لعنت خدا سرش است ولو که روزه گرفته باشه. بعضی زنها از خود مشابه با مردها میسازن. این هم برادرای عزیز از این انسان اجتناب بکنن. مشابهت با غیر مسلمان ها از فرهنگ زشت دیگه است که بسیار بد است. فرهنگ دیگه زشت مشابهت مسلمان ها با غیر مسلمان است. غیر مسلمان در روز عید خود لباس های قولچ می پوشه. زنای غیر مسلمان در روز عید سر خود برهنه میکنن. مردهای بی غیرت غیر مسلمان که ایمان نداره غیرت خود ایمان جلب میکنن. زنای خود برهنه، آستینای گاج، سرلوچ، سرخی سفیده کدگی در بیرون میگردن. این فرهنگ غیر مسلمان ها هست که در عیدهای غیر مسلمان ها صورت میگیرن. مسلمان نباید در روز عید باید ناموس خود بدل نتا از پوشیدن لباس های اندوها، از استفاده کردن لباس های اندوها، از فرهنگ اندوها پرهیز کنن. هیچ اندو در روز عید خود لباس مسلمان ها رو نمی پوشه. در روز یک اندو مرا گفت شما عجب ایمان داریم. ما در کل هندوستان یک اندو نام محمد سر اولاد خود نمیمانه، نام فاطمه سر دختر خود نمیمانه. پیرنتنبان مسلمان ها رو اندو نمیپوشه، لباس اسلامی رو نمیپوشه. شما خیلی چه قسم عقیده دارید که نامتان نام اندو، لباستان لباس اندو؟ خالف المشرکین. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته با مشرکین شما چی کنین؟ مخالفت کنین. حتی در ریش مسلمان ها ریش خود سفید میگذاشته. پیغمبر یهودی ها هم ریش میمانن سفید خالص. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته تغییر میتونید ریش را خینه بکنین تا که چهره مشابه با چهره یهودی نباشه. خالف المشرکین. پس تو چطور لباس در روز عید که روز مقدس است، آیا روز مقدس با لباس مشرکین تجلیل شود؟ ببین که فاصله ره از کجاست تا به کجا. دیگه از فرهنگ‌های زشت برادر اسراف و خود نشان دادن است. بسیاری کسا میری در خانش میفهمه که من استاد بیچاره اگر زیاد بخورم کدام نفر رفته بود در خانه کدام کس 20 درمان برش مانده بود. بازو گفته بود مرا چی فکر کردی؟
چطور فکر کردی؟ یک دانشه پس ببر، یعنی 19 دانشه بان. در روز عید برادر بعضی کسا میفهمه که این میمون مقامت از یک چارک زیاد تربوز خورده نمیتونه، سه سیره میره پیش روش کوت میکنه. به خاطر چی؟ خود نشان میده. اسراف، تکبر، خود نشان دادن. چی در لباس باشه؟ لباس ذلت میشه در روز قیامت. چی در غذا باشه؟ غذای ذلت در روز قیامت میشه. غذا میخوریم، کلچه میگیریم، خوشی میکنیم، لکن نه به اساس تکبر و اسراف و خودنمایی ها. برادر عزیز، زشتی دیگه که این روز مقدس خفه میسازه از ما. تجلیل از روز عید با ساز و موسیقی هست. برادر، روز مقدس از روز عید، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در مدینه منوره آمد، دید که